بله سلام علیکم، بفرمایید. سلام علیکم آقای. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. میشه خودتون رو معرفی بفرمایید، از کجا زنگ میزنید؟ من رضا هستم از خوزستان. آقا رضا از خوزستان، بفرمایید برادر گرامی، در مورد موضوعاتی که مطرح شد اگر صحبت کنید خوشحال میشیم ازتون. نه آقای انصاری، میخواستم خدمتتون عرض کنم من یه زمانی فکر میکردم فقط آخوندهایی که وارد قدرت میشن، وارد سیاست میشن دروغگو میشن. و الان کلیپ‌های شما رو که دیدم اصلا خیلی واقعا جا خوردم. حتی آخوندهایی که مذهبی هم هستن اصلا سیاسی هم نیستن، حتی دروغ میگن. آقای انصاری من واقعا میخواستم تشکر کنم ازتون، خیلی ما رو آگاه کردید. سلامت باشید. آقا رضا یکم بلندتر صحبت بکنید برادر بزرگوار. بله چشم آقای انصاری. زنده باشید. آقا رضای بزرگوار اینها برای اثبات معتقدات باطل خودشون حاضر هستن که کل کائنات رو زیر سوال ببرن، الله سبحانه و تعالی رو زیر سوال ببرن، چه برسه به این صحابه که در نزد اونا ارزشی ندارن. بفرمایید برادر بزرگوار. بله آقای انصاری، الان عملکرد اینا باعث شده که اکثر جوانای ما متاسفانه دینگریز و دینستید شدن. یعنی خودشون هم اذعان میکنن. الان آقای فرایتی گفتن که خودشون گفتن که نیمی از جوانای ما حتی نماز هم نمیخونن. من واقعا خودم تو این جامعه‌ای که زندگی میکنم واقعا خیلی تأسف میکنم بابت وضعیتی که جامعه ما پیدا کرده. به خاطر همین عملکرد همینا هست آقای انصاری. الله المستعان. الله المستعان. تشکر آقا رضای بزرگوار از خوزستان. الله مطالب ستون کنه. خواهش میکنم آقای انصاری. شما رو به خدا میسپارم. خدا نگهدارتون.